و رشن ایزد عدالت و دادگری سنجیده می شود. اگر کفه نیکی بر بدی برتری یابد، پل که به صورت تیغه شمشیر است به پهنا می افتد و شخص به راحتی از آن عبور می کند. در انتهای مسیر نردبانی سپایه وجود دارد که نمادی از گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک است. شخص از نردبان بالا رفته و وارد فردوس می شود. اما اگر کفه بدی سنگین تر باشد، عجوزه بر روان ظاهر می شود و روان علیرغم میل خود بر تیغ قدم می گذارد. پس از طی 3 گام روان به دوزخ افتاده و در آنجا به مجازات خود می رسد. مانع دیگری نیز بر سر راه نیکوکاران و بدکاران وجود دارد و آن رودخانه است که بسته به اشک سوگواران پهن‌تر و یا باریکتر می شود و نشان دهنده این بود که تا چه اندازه دین زرتشتی سوگواران را از گریه و غم بیش از حد